خرداد ماهی‌ها انقدر پیچیدن که بعضی وقتا خودشون هم سر از کار خودشون در نمیارن. چجوری انقدر دمدمی مزاجی؟ چرا انقدر لجبازی؟ اگر یه خرداد ماهی دور و برتون هست، بدونین باحال‌ترین آدم دنیا دور و برتونه. خرداد ماهی‌ها زندگی نمی‌کنن که، پادشاهی میکنن. چجوری با این همه احساس انقدر منطقی تصمیم میگیرین؟ چجوری انقدر عجیبین؟ اگه حسادت یه خرداد ماهی اذیتتون میکنه، بی تفاوتیش نابودتون میکنه. خرداد ماهی‌ها انقدر مغرورن که وقتی راه میرن صدای پای 2 نفر میاد. خرداد ماهی‌ها فقط به سمت آدمای باشعور جذب میشن. انقدر خوبن که باید زیر لحظه هایی که باهاشونی خط بکشی و یه چیز دیگه. خرداد ماهی‌ها هم چشاشون سگ داره، هم اعصابشون. خرداد ماهی‌ها تولدتون